احتمالاً کلمه‌های سایکوپت و سوسیوپت رو توی فیلم‌ها و سریال‌ها زیاد شنیدید. مردم معمولاً این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن، چون ویژگی‌های شخصیت ضد اجتماعی بین هر دو گروه این افراد مشترکه. با اینکه این دو کلمه دیگه زیاد از نظر علمی معتبر نیستن، اما به خاطر رایج بودنشون بین مردم و تفاوتی که با هم دارن، شاید بد نباشه درباره‌شون بیشتر بدونید. بر اساس DSM-5 که معتبرترین مرجع اختلالات روانیه، ویژگی‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی عبارتند از خودمحوری، عدم همدلی، فریبکاری، خصومت و تکانشگری که همه اینها بین هر دو گروه سوسیوپت‌ها و سایکوپت‌ها مشترکه. اما جدا از این اشتراکات، بین سوسیوپت‌ها و سایکوپت‌ها تفاوت‌های عمده‌ای هم وجود داره. مورد اول، سایکوپت‌ها وجدان ندارن. این میتونه تفاوت اصلی بین این دو دسته باشه. در حالی که سوسیوپت‌ها احساس گناه و پشیمونی رو درک میکنن اما ممکنه تصمیم بگیرن بهش بی‌توجه باشن، شاخصه اصلی سایکوپت‌ها نداشتن هر گونه احساس گناه، پشیمونی یا همدلیه. اکثر این افراد حتی قادر نیستن چنین احساساتی رو به صورت ذهنی درک کنن. 2. سایکوپت‌ها حسابگر و فریبکارن. این افراد با سوء استفاده از کاریزما و دوست داشتنی بودنشون یا حتی با توسل به ترس و تهدید فکر و رفتار آدم‌ها رو دستکاری میکنن و کنترل احساسی و فیزیکی بقیه رو به دست میگیرن. سوسیوپت‌ها اینقدر هم حسابگر و اهل برنامه‌ریزی نیستن و اکثرا بدون فکر و خود به خود کارهای آزاردهنده و مجرمانه انجام میدن. به خاطر همین سوسیوپت‌ها نرمال‌تر از سایکوپت‌ها به نظر میان و تشخیصشون سخت‌تره. 3. سوسیوپت‌ها میتونن روابط احساسی شکل بدن. این افراد چون قادر به تجربه کردن احساس گناه و پشیمونی هستن، میتونن روابط و وابستگی‌های عمیق عاطفی با دوست‌ها و خانواده‌شون شکل بدن. حتی میتونن رابطه خیلی خوبی با حیوانات یا گیاهان هم داشته باشن. سایکوپت‌ها اما به خاطر نداشتن همون احساس همدلی که ازش صحبت کردیم، نمیتونن این کارو انجام بدن. 4. مغز سایکوپت‌ها مثل آدمای عادی کار نمیکنه. شاید براتون جالب باشه بدونید مغز سایکوپت‌ها با مردم عادی فرق میکنه. اسکن‌های مغزی نشون میدن دو قسمت پیشانی که توی مغز مسئول رفتارهای اجتماعی، تصمیم‌گیری و ویژگی‌های شخصیتیه و آمیگدال که مسئول هیجانات و عواطفه توی مغز سایکوپت‌ها چندان فعال نیستن. این عدم فعالیت میتونه به دلیل مشکل ژنتیکی یا آسیب مغزی باشه. پس یه جورایی میشه گفت سوسیوپت‌ها بیشتر ذهنشون مشکل داره و سایکوپت‌ها بیشتر مغزشون. 5. سایکوپت بودن حالت شدیدتری نسبت به سوسیوپت بودنه. سایکوپتی معمولا فرم شدیدتر سوسیوپتیه. پس میشه گفت همه سایکوپت‌ها سوسیوپت هم هستن، ولی همه سوسیوپت‌ها سایکوپت نیستن. نظر شما درباره این تفاوت‌ها چیه؟ تا حالا کسی رو با این ویژگی‌ها دیدید؟ بهمون درباره‌اش بگید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، روانی‌ها رو دنبال کنید و بقیه ویدیوها رو هم ببینید. ممنونیم که تماشا کردید.